سلام عرض ادب. آموزش منوی کاری سیستم دابل اسکور شرکت نقطه ترکیه. این سیستم با این دکمه روشن میشه. اینو که نگهداری سیستم خودش روشن میشه. این قسمت منوی کاری دستگاهی که من اینو قسمت منوی کاری دستگاه به این حالته که شما اینجا باتری سیستم رو دارید، نور صفحه، کاربری سیستم که حالا تو منوی اصلی من توضیح میدم، 3 تا مود کاری متفاوت و اینجا هم که علامت اول متال یا همه فلزات و این هم نشانگر کد فلزات که میتونید هر فلزی رو که بخواین اینجا حذف کنید یا مثلا برای یک فلز خاصی سیستم کار کنه، فرکانس کاریتونه، میزان حساسیت سیستم و اینجا کد خود فلز رو برای ما می نویسه. اینجا هم که نشانگر عمق کاری حالا تقریبیه. این قسمت که با این فلش های چپ و راست میتونیم این مود کاریمون رو انتخاب کنیم که این مود کاری پارک و این مزرعه است. روی حالت پارک برای فلزات ریز، سکه و به هر حال فلزات ریز به کار برده میشه و این برای قسمت دوم که مزرعه است برای عمق بالاتره و اینم که قسمت ساحلی سیستمه که به هر حال ما روی گزینه دوم بیشتر کار میکنیم. این قسمت که این دکمه‌ای که اینجا قرار داره، ما یک بار این دکمه رو که نگه داریم خودش حذف نویز میکنه و میتونید سریع، یعنی خودش سیستم اتوماتیک بالانس میشه و میتونید بعد این که نویز ها حذف شد با سیستم سریع کار کنید. این دکمه وسط اگه اینو نگه دارین حالت پین پوینتر ظاهر میشه و اگر فلزی باشه یا نقطه دقیق فلز رو میتونید با این دکمه مشخص کنید. حساسیت سیستم با این فلش بالا و پایین کم و زیاد میشه. جاهایی که مثلا سیستم زیاد صدا میده و نویز زیاده، ذرات زیاده، میتونید حساسیت سیستم رو یک مقدار، الان صدا اینجا زیاده، چرا؟ چون حساسیت رفته بالا. حساسیت رو من کم میکنم، کلا سیستم بی صدا میشه. میریم رو تنظیمات اصلی سیستم. اولین گزینه که مال بالانس سیستمه، ما این دکمه رو که یک بار بزنیم اینجا این علامت ظاهر میشه و سیستم رو بالا پایین میکنیم که سیستم اگر اینجا یک کد ثابت به ما داد یعنی بالانسه و دیگه این حالت یعنی دیگه الان سیستم بالانسه. گزینه دوم گزینه سرعت کار کردن ماست که از شماره 1 تا 3 هستش که معمولا بذارین روی 2 که بهترین حالتشه. اینم که صدای سیستمه که میتونید صدا رو کم و زیاد کنید با فلش بالا و پایین. نور صفحه هم که میتونید کم و زیاد کنید، حالا از 1 تا 5، بعد میشه حالت اتوماتیک 1 تا 5 که موقعی که خودش خاموش میشه و موقعی که برسه به فلز صدا میده. قسمت دوم که این قسمت که مال بلوتوزه که شما فلش بالا رو بزنید 1 یعنی روشن و 0 یعنی خاموش. این هم که میزان نویزهایی که مثلا شما، یعنی صدای پس زمینه سیستمه، صدای پس زمینه سیستم رو میتونید از 1 تا 8 زیاد کنید که معمولا بسته به محیطه. مثلا اگر صدای پس زمینه خیلی کم باشه خب معمولا تشخیصش یکم سخت‌تر میشه، ولی صدای پس زمینه معمولا روی 4 یا 3 باشه بهتره. اینم که همین گزینه آدمکی که اینجا هست، شما میتونید هر تنظیماتی رو که اینجا دارین روی این گزینه ذخیره کنید و همیشه روی این به هر حال تنظیمات بمونه. هر موقع هم خواستین دوباره بیاد رو حالت
تنظیمات کارخونه، روی این گزینه این دکمه رو نگه دارین. دوباره برمیگرده به تنظیمات کارخانه. حالا ما نور صفحه رو دوباره زیاد کنیم. این قسمت حالا ما این روی گزینه پارک داریم این تنظیمات رو ارائه میدیم، یعنی تنظیم میکنیم. باید روی هر کدوم که معمولا روی حالت دومی که بیشتر کار میکنن باید روی اونم خودتون تنظیمات رو اعمال کنید. حالا روی این گزینه حذف آهنه که شما میتونید ببین این گزینه‌ای که اینجا هست داره حرکت میکنه. خب جاهایی که مثلا آهن داره شما میتونید با این گزینه حذف کنید دیگه. این آهنا یا ذرات مزاحم اینجا برای شما حذف میشه و دیگه هر گزینه‌ای که بخواید میتونید اینجا ببین. اصلا شما میخواین یکی مثلا کد اصلا بین 20 تا 30 که مثلا مال طلا هستش نگه دارید، ما بقیه رو کلا حذف کنین، یعنی برای هر فلز دیگه ای نزنه. شما این گزینه مشکیرن که اومد روی هر گزینه یک بار اینو بزنید حذف میشه. میتونید روی هر عددی که بخواین روی همون عدد یک بار اینو بزنید حذف میشه، یه بار بزنید دوباره میاد. الان من اینو حذف کردم دوباره میزنم میاد. این کارش فقط اینه. اینم که یک گزینه آخرم که یک فلش رو به بالا بزنی حالت ویبرش فعال میشه. میتونید الان صفره یک فلش رو به بالا بزنی گزینه یک یعنی روشن، گزینه صفر هم یعنی خاموش. دومی هم که چراغ زیر دستگاهه که اگه صفر باشه خاموشه، یک باشه روشنه. دیگه تنظیمات خاص دیگه ای نداره. و البته یک تنظیمات دیگه هم اینجا هست که این سیستم مولتی فرکانسه، یعنی شما 3 تا مود فرکانسی دارید که با این گزینه میتونید با این زدن این دکمه میتونید عوضش کنید. M1 M2 M3 و فرکانس تک فرکانس خودش که 15 کیلوهرتزه که معمولا روی M2 باشه بهترین حالته. تنظیمات دیگه ای نداره. و الان ببین من که میذارم روی حالت مزرعه M1 مثلا، من خودم مثلا اینو میارم روی M2 و تنظیمات مثلا لوپو باید خودتون تنظیم کنید. یک بار اینو بزنید، یک بار این دکمه رو بزنید، اینجا این علامت ظاهر میشه. چهل و سه. این دیگه خودش روی 43 بالانس شد. این روی 2، حذف آهنش روی 3، صدا همه چیزش الان تقریبا تنظیمه. فقط برای این نویز اضافه‌ای که سیستم داره یک بار این دکمه رو که بزنی خودش رو حالت M2ی که هست نویز اضافی و دیگه کامل از بین میبره. الان جایی که مثلا صدا زیاد باشه یک مقدار حساسیت رو کم میکنی. یعنی در کل برای این که بخواین سیستم رو تنظیم کنید یک بار این گزینه این دکمه اینجا رو میزنید نگه میدارین، این حالت میاد که این نویز ها رو حذف میکنه. این یک حالتیه. گزینه دوم این منو رو میزنید، یک بار این دکمه وسط رو میزنید که این علامتی که اینجا هست اینجا بیاد و سیستم رو بالا پایین میکنید تا این عددی که اینجا میاد ثابت بشه. ثابت که شد یعنی سیستم بالانسه. یک بار دیگه این دکمه رو میزنی و اینجا این علامت میره. دیگه تنظیمات دیگه ای نداره. میاین روی کار کردن سیستم.